اگر به دنبال خرید یا فروش ملک هستی این پست رو با دقت نگاه کن. اصلاح قیمت در بازار املاک. بازار املاک با اطلاق سرمایه، رکود سنگین در کمین بازار املاک. مسکن نخرید، ارزان میشود. میدونم که این جملات رو این روزا زیاد شنیدین، اما من از تیتر روزنامه‌های سال 98 و 99 براتون خوندم. اون سالها کارشناسای حوزه املاک اعتقاد داشتن که قرار وارد یک رکود سنگین چند ده ساله بشیم و قرار قیمت مسکن افت شدیدی بکنه. اما تمام نظراتشون اشتباه از آب در اومد و ما رشد 1300% تو حوزه املاک داشتیم. در واقع خیلی از چالش‌های سیاسی و اقتصادی سال 98 شبیه سال 1403. مثال میزنم. سال 98 حضور ترامپ در کاخ سفید، تحریم بانک مرکزی و فشار حداکثری، شوک به دولت با ظهور کرونا، ترور و شهادت سردار، احتمال جنگ بین ایران و آمریکا، پامپ بیت کوین و رمزارزها، جنگ داخلی سوریه، افزایش یک شبه نرخ بنزین و اما اتفاقهای مشابه در سال 1403. پیروزی مجدد ترامپ، صدور قطعنامه علیه ایران، شوک به دولت با انتخابات زودهنگام، ترور و شهادت شخصیت‌های مقاومت، احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل، پامپ مجدد بیت کوین و رمزارزها، جنگ داخلی سوریه و سقوط اسد، حذف یک شبه ارز نیمایی. هر کدوم از این چالش‌ها چه در سال 98 و چه در سال 1403 اثر آنی بر روی بازار سرمایه در ایران داشته. به جز املاک، بازار املاک در مواجهه با هر کدوم از این چالش‌ها در ابتدا ریاکشن منفی نشون داده، اما به مرور زمان می‌بینیم که تمام بازارها رو جلو زده. آرشیو گزارش سامانه املاک و مستقلات نشون میده که در 9 ماهه سال 1397 تعداد معاملات ثبت رسیده 97920 معامله بوده و متوسط قیمت هر متر مربع به صورت تقریبی 7,500,000 تومان بوده. اما در 9 ماهه سال 1398 تعداد معاملات به 49408 معامله کاهش پیدا کرده و متوسط قیمت هر متر مربع به 12,700,000 تومان افزایش داشته. اما در سال 1399 تعداد معاملات به 70,598 معامله افزایش پیدا کرده با اینکه متوسط قیمت هر متر مربع هم بیش از 22 میلیون تومان رسیده. پس همونطور که می‌بینید چالش‌های اقتصادی و سیاسی در برهه‌ای باعث کاهش تقاضا شده، اما بعد به مرور دوباره به چرخه خودش بازگشته. دقت کنید، ما دقیقاً در شرایط سال 99 قرار داریم. پس شاید جهش سال 1400 بار دیگه در سال 1404 قرار تکرار بشه. تصمیم با شماست. فعلاً